به نام خداوند بخشنده و مهربان، همدیاران عزیز، پدران و مادران، برادران و خواهران گرامی، فرارسی عید سعید فیطر، عید رمضان را به یکایک شما از نام خودم، از نام اعضایان و پیروان و مخلصان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، پیمان ملی تاجیکستان، به یکایک شما تبریک میگویم و از خداوند منان برایتان تنصیحاتی، قبول عبادت ها و سعادت هر دو عالم را تمنا دارم. این ساعت ها و حتی شاید در بعض منطقه ها این دقیقه هایی که ما الان این صحبت را ثبت میکنیم دقیقه ها یا لحظه های آخری ماه شریف رمضان است و ما یک فرصت بسیار کمی دیگر در اختیار داریم که باز هم این فرصت را غنیمت بدانیم و یکدیگر را هم تبریک بگیم و هم از خداوند منان برای تمام اون اشتباه ها و کارهای خطای شاید در زندگی، در فعالیت، در کار، در مناسبت با دیگران، در تجارت از ما صادر شده باشد، هم از پروردگار و هم از برادران و خواهران و اهل خانواده و همکاران و هموطنان عذرخواهی کنیم و شاید پروردگار با اون لطف و کرم خیش کرده باشد که در این ساعتها، در این لحظه های آخر ما را مغفرت کرده باشد و هم این آخرین لحظه ها را برای باز هم عبادتی بیشتر، نکوکاری های بیشتر و هر کسی که شاید در این لحظه فراموش کرده باشد کسی را ببخشد، از کسی معذرت خواهی کند یا اینکه زکات خود را پرداخت کند یا قرض خود را ادا کرده باشد، این لحظه های بسیار مناسب است، بسیار فرصت غنیمت است که آن را انجام داده باشیم و بنده هم از طرف خود از همه برادران و خواهران، از همه کسانی که ما را میشناسند یا حتی نمیشناسند اما در صحبت ها، در گفتگوهای ما، بخصوص برای ما که در فعالیت سیاسی، در فعالیت جمعیتی حتما گاه می شود کسی را ناراحت میکنیم، گاه می شود که تند صحبت میکنیم، اما برادران و دوستان و هموطنان بدانند که این جزئی از کار است و گاهی اگر اشتباهی از ما، حرفی ناسزای از ما هم صادر شده باشد، این به خاطر کار هست، نه به خاطر کدام غرض شخصی یا خدای نکرده به خاطر کدام هدفهای شخصی و فردی باشد. اما به هر صورت از همگان التجا داریم که اگر از ما خطای صادر شده باشد، کسی را ناراحت کرده باشیم، در این دقیقه ها و ساعت های آخری ماه شریف رمضان ما را ببخشند تا اینکه فردا که روز عید هست ما هم با یک آرامش قلب در برابر همه مؤمنین، روزداران این جشن را، این عید را جشن گرفته باشیم. البته برادران و خواهران، همه کسی که در رفت این کارها هم بین ما هم چیز رخ داده باشد، بدانند که در این لحظه ها و ما نه اینکه همه را بخشیدیم و دعا میکنیم که پروردگار همه ما را ببخشد، چون که تنها او است بخشنده و تنها او است رحمان و رحیم. و فردا ما چرا جشن میگیریم؟ عید سعید فطر عیدی هست که ما هم این امتحان سپاریده خود را جشن میگیریم و نزد پروردگار شادی میکنیم، نزد خود که بالاخره توانستیم این 3 روز عذاب و مشقت را برای بسیاری ها، بخصوص کسانی که کار میکردن، درس داشتن، برای زندانی ها، برای کسانی که در هجرت هستند، در سنگرها هستند، خیلی یک امتحانی بزرگ بود و ما جشن میگیریم که پروردگار ما را میسر گرداند که این امتحان را سپری کرده باشیم. و فردا ما عید سعید فطر را جشن میگیریم به خاطر آنکه خود را آماده میکنیم و اون وعده پروردگار که در یک حدیث قدسی فرمود که روزه برای من است، الصوم لی و انا اجزی به، یعنی روزه برای من است و من پاداش او را خواهم داد و ما به خاطر آن جشن شادی میکنیم که پاداش پروردگار، لطف و مرحمت پروردگار و سخاوت پروردگار تا او حد به اندازه هست که حتما یکایک ما شامل آن خواهیم گشت و ده ها سبب های دیگر داریم که فردا را جشن بگیریم و به خصوص برای کسانی که بار اول روزه گرفتن، برای نوجوانان که واقعا این یک امتحان خیلی بزرگ است و آنها را تبریک میگم، این هموطنان جوان و نورسی خود ما را که این امتحان را پسی سر کردند.
خب برادران و خواهران عزیز، در این شب و روزهای رمضانی و در این ساعتهای آخر و فردا در روز عید یادمان نرود که ما یک عده از نفران کسانی داریم که بالای ما حق دارند تا آنها را فراموش نکنیم، حتی در روز شادیمان. نه از دعا فراموششان کنیم، نه از کمک، نه از گفتن سخن حق در حق آنها. این پیش از همه برادران و خواهران زندانی ما، برادران و خواهران مهاجرین ما و همه مسلمانان، همه انسانهایی که در سراسر عالم در این ساعتها در روز عید در عذاب و مشقت هستند. پیش از همه برادران و خواهران ما و شما، مردم شریف مظلوم ولی مبارز غزه، که حتی در ماه شریف رمضان هم دچار ظلم گشتند و ظلم هایی که حتی در قبل از رمضان نسبت آنها روا دیده نشد، ولی باز هم با تکیه به پروردگار و با استواری و متانت این دشواری ها را پس سر کرده ایستادند. و ما و شما حداقل اون کاری که کرده میتوانیم دعا است در حق ایشان و دستگیری همه جانبه مالی و معنوی. اینجا هم ناگفته نماند که بعد از 20 ساله که در یکی از جنگ های نابرابر علیه غزه مردم تاجیک یک کمکی را، اون وقتا که ما در تاجیکستان بودیم و با تشبث حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به مردم غزه کرده شد، بعد تقریبا 20 سال امسال ما را بعضی از برادران و خواهران خرسند کردند و انشاءالله که شامل ثواب و اجر پروردگارم شدند که در این ماه شریف رمضان در دشوارترین حالتهای مردم غزه یک کمک بسیار جانانه خوبی را به مردم غزه از نام همه مردم تاجیک، ملت تاجیک رساندند و من با استفاده از این فرصت هم آنها را تبریک میگویم و هم تشکر میگویم که این فرض کفایه را از دوش مردم تاجیک برداشتند و اون کمک ایشان سری وقتی در این ماه، در شبهای رمضانی، در شبهای قدر به مردم غزه این امانت رسید و من به نمایندگی از همه مردم تاجیکستان به این برادران تشکر میگویم که واقعا سری ما را نزد جهان، نزد مردم غزه و پیش از همه نزد پروردگار بلند کردند. خب همدیاران عزیز، بار دیگر یکایک شما را تبریک میگم و برای شما، برای خاندان شما و برای همه ملت شریف تاجیک فردا یک روز عیدی با سعادت، خوش و خرسندی را تمنا دارم و دعا کنیم که پروردگار زندانیان ما را آزاد کنه تا اینکه عید آینده را، عید قربان را، رمضان آینده را در احاطه فرزندان و نزدیکان جشن بگیرند، مهاجرین ما به وطن برگردند تا اینکه اینها هم از این مشقت هجرت رها شوند و بخصوص مهاجرین سیاسی، کسانی که بر خلاف مهاجرین کاری که هر سال حداقل یک مرتبه میتوانند وطن را، خش و تبار را زیارت کنند. مهاجرین سیاسی ما، کسانی که از ظلم و از استبداد فرار کردند و برای برطرفی ظلم و استبداد مبارزه میبرند، اینها را هم هر چه زودتر پیروزی را نصیبشان گرداند، نصیب همه امان گرداند و عید و جشنهای آینده را در وطن پیشواز گرفته باشیم. بار دیگر تبریک همدیاران عزیز، پدران و مادران، برادران خواهران گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.